در شروع باز یک هفته نو به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم. امروز 17 یون است و شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سرخط موضوع: از منع شدن فرستادن پول تا ازدواج، دومای دولتی روسیه میخواهد منع ورود و اخراج مهاجران را به اختیار پلیس این کشور سپارد. در پی شکایت اویله‌های قربانیان، داستانی کلی تاجیکستان تحقیق دوباره کشتارهای سر و صدا در ناحیه کونی بادام را طلب کرده است. گردنش بگرفتگی شد، گردنش بگرفت، چوه تو نمیگیری؟ توی هم گیر گفت. و سپس سیر خواهیم داشت به خانه موزه یادگاری صدرالدین عینی که مثل بینای همسانش در دوشنبه نجات یافته است. علمی موزه دو مراتب قریب ویران شد. انتظار می رود که فردا 18 یون دومای دولتی روسیه تغییر علاوه به لایحه قانون اخراج مهاجران را بررسی نموده این حق را به پلیس کشورش دهد. به قول مؤلفان قانون فعلا اخراج مأموری شهروند خارجی یا به اصطلاح ودورینیه به دست سود می باشد. ضمن ورود به کشور نهادهای انتظامی هم می توانند شخص خارجی و یا بدون شهروندی را به خاک روسیه راه ندهند و یا دیپورت کنند. مؤلفان طرح میگویند پلیس باید حق داشته باشد که در جای حادثه حکم به اجرای دستور اخراج را نظارت کند. همچنین طبق اصلاحات پیش بینی شده به مهاجرانی که حجت‌هایشان مشکل دارند و یا جنایت صادر کردند، صاحب مال و ملک شدن، راندن ماشین، گشودن صورت حساب بانکی، فرستادن مبلغ و ازدواج منع کرده می شود. در آن همچنین کاهش مهلت اجازه بود و باش مهاجران در روسیه از 180 تا 90 روز در یک سال پیش بینی شده است. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه دادن نشدند. مقامات تاجیک به مهاجران توصیه داده بودند که موقتا به روسیه نروند. روز 16 یون کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ در صفحه تلگرامیش خبر داد که با سپارش رهبر این نهاد به سنجش نوار بلاگر تاجیک که در آن صادر کردن عملهای غیرقانونی در سمت مهاجرت دیده می شود آغاز کردند. این نهاد از بلاگر تاجیک نام نبرده است ولی صفحه های تلگرامی روسی او را عثمان جان میرزامرادوف گفتند. در نواری که صفحه های تلگرامی روسی نشر کردند، عثمان جان از مهاجران دعوت می کند که به صاحب یک رقم واتساپی مراجعت کنند و بلیط دانشجویی را به دست دارند. او در این نوار اشاره می کند که روی حل رهایی از تفتیش ها داشتن بلیط دانشجویی است. در صفحه عثمان جان میرزامرادوف چنین نواری دیدن نشد و نظر او به این خبر دسترس نیست. عثمان جان میرزامرادوف با نوارهای دارای هزل و شوخی در میان جوانان تاجیک شناخته است. او در اینستاگرامش بیش از 800,000 پیرو دارد. داستانی کلی تاجیکستان از میلیسای شهری کونی بادام طلب کرده است که تحقیق کشتارهای دو عائله محلی بازبینی شود. این تقاضا بعد شکایت عائله‌های قربانیان صورت گرفته است. در حادثه اول اعضای خانواده میگویند زیر فشار مفتشان گناه را به یکی از نزدیکانشان بار کردند. در حادثه دیگر اعضای عائله قربانی باور ندارند که سردار خانواده خود و دیگران را به قتل رسانده باشد. خبرنگاری رادیو آزادی فرزان محمدی گزارش می‌دهد حدس و گمان از آن سبب زیاد است که مقامات تا هنوز درباره این حادثه ها معلومات مفصل نشر نکردند. خانواده عائله اشوروفا و اورمانوفا در دهه سیهون شهری کونی بادام 2 ماه باز ماتم دارند. شب 16 به 17 اپریل مظفر اورمانوف و عنایت اورمانوف کهنسال در حولیه‌شان کشته شدند. اکن کاردم زدگی ملاتاکت زدگی مولتن من اینجا شما وارپشی پشت میرشان هایکو شناخته نمیشد. روشان بینید اگر کبود دنده شکستگی دنده انتماندگی چشم انانت آیم انانت خورفتیم. ولی بعد 20 روزی حادثه دادر مظفر اورمانوف شریفجان اشورف 66 ساله خواهرش شریفه اشورف و دادر عروسش دلارام اشورف را همچون گمانبر به شعبه کارهای داخلی شهر بردند. به گفته پیوندان بعد چند روزی بازپرسی خواهر و دادر عروسش را رها کرده و همکنون بیش از 1 ماه باز شریفجان اشورف را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. گفتن قوا کردم آن دیتان گفتم من انیمنه شوت کرگی شوم کرگی نیگویم شوم اکن تزکنیتون گردنش بگرفتگی شوت گردنش بگرفت چوه تو نمیگیری
توی هم گیر گفت. قریب 25 روز رفتم. هر روز سوال جواب سانی آخرش انده گفت که یک روز بیگانی 11 نیمنده آمد 6 کس آمد. سانی گفت که اکتش دوشنبه بود است تو کرگی همین کارا و این کارا کرگیم نیستم. تو گفت همین خیلی من کرگیم نیه گویم تو کرگو من توی روزتا نشان میتیم گفت مالش از خدا بیاد گفتم. روزی تزه دیدگی منده خوجاینم یک احال بودن. یا قل شیشته هم نمیتونن و من گفتن که رو دانی تزنده همون کته کبوتو با مزه دار همونه تزه میکنی سچاق هم های اکن بانیا کلان سچاق همونه تزه کره همونه دستشنده خون گفته من باید تصدیق کن همون قد 44 سال اسین خانه کریگه باشم من انیمیننده من دروغ گفت زدن تزه کرم این تزیم طاقت نکردی ساز که من چه کنم همین من قصص کردی زد که داد گفتم که اکم من بر رحمشان آمده گریف من نمیدونم همین خیر گردنشان بگرفتشتی تهمت کردیم با خودم ای دار که است میکنم من موقع اکم من وقت سیاه کردم. بازداشت یک پیوند عائله کشته شده ها با گمان کشتار زن و شوهر در حالی است که پیوندان دیگر عائله کشته شده نیز از فرضیه مقامات در حیرتند. شب 28 و 29 مارس محیدین بای شریپوف 65 ساله در یک محله شهری کانیبادام بنا به خبرهای در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گویا همسرش مریم شریپوف 60 ساله و کلینش فیروزه شریپوف نبیره‌هایش ابوبکر شریپوف و عزیزه کبیرزاده را با زورآوری کشته سپس خود را به دار آویخته است. فرزندانش که آن زمان در روسیه بودند ادعای دیگر دارند. باوری ندارم از 100 سال این پدرم چون که اینجا تیلا دولت سامان پول روسی یک سوم خانه پول نپرکن قچی ها گم شدگی پدرم بدنشان به زخم‌های بسیار است زدگی چی ها که 100 از چون که مناسبات ما هم مامان نبود هر روز قطعی هاشون جمع میزدم قطع تلفن ویدیو یوتیوب میکنم خیلی گم میزدم یگان تا شکایت شدیم دیگه نه فرزندم نه ازنم نه هم ندارم که پدرم همین کار کنم. پیوندان این دو عائله کشته شده ها به مقامات های بالایی شکایت بردند و دادستانی کل تحقیق دیگرباره حادثه ها را از میلیسه محلی تقاضا کرده است. پیوندان عائله های کشته شده در حال از تحقیق عمیق حادثه ها اظهار نگرانی دارند که مقامات انتظامی با گذشت 2 هفته از کشتار 2 خانواده در دهه سنجیدزار شهری کانیبادام اطلاعیه رسمی پخش نمی کنند و شخصان احتمالی به این رخداد پیوند را معلوم نمی سازند. در حالی که انگیزه و یا سبب کشتار از سوی مفتشان روشن گفته نمی شود، ساکنان منطقه و برخی از پیوندان آن عائله ها در صحبت بدون ثبت گفتند که از خانواده کشته شده ها مبلغ و دارایی گم شده است. رادیوی آزادی وابسته به این موضوع رسما به وزارت کارهای داخلی مراجعت کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. دوستان عزیز، گزارشی مفصل رادیو آزادی در این باره در سامانه ما جای داده شده است و اگر شما در این موضوع معلومات یا نظری دارید می توانید زیر همین برنامه برای ما نویسید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. خانه سردفتری ادبیات نوین توجیک قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی در شهر سمرقند در سالهای گوناگون بارها با خطر نابودی روبرو گشته است. اما با تلاش‌های فداکارانه زیانی شهر این خانه پابرجا ماند و حالا پاره از مستند رادیو آزادی را با هم می‌بینیم که در همین باره نقل می‌کند. عمارت‌های کهنه‌ای که در حولی موزه استاد عینی در سمرقند هستند این عمارت ها و اینجا استاد عینی در مکتب هایی که جدیدی که اینجا کشاده شد مکتب های نو اینجا با تدریس مشغول شدند با معارف پرانی سمرقند همکاری کردند در مطبوعات
ҳамон давра нав ташкил шуда саҳмгузор шуданд. این خانه مقدس است. در اینجا از استاد عینی سر کرده تا چندین حتی ممکن گفتن هزاران نفر ادیبان نه تنها تاجیک و تنها ازبکستان بلکه از تمام عالم آمدند. عینی جان خود را به گرو مانده سالهای شوروی که چیزی که با حروفات عربی و فارسی نوشته بود همچون کتابای دینی حساب شد و بلشویک‌ها و اینها رو می‌سوزاندن می‌پرتافتن. این که از جان خود رو در حراس مانده و قشلاق و شهرها گشته از حساب پول خود همون دستخطها رو نوشته خریده آورده در همین پدوال خود روز کرده بودن و وقتی ساعتش که رسید این یک مقداری کلام تحفه به انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی فن‌های تاجیکستان از طرف خود استاد شده است. با همین خیلی آدم رو ما باید پاس داریم. وقتی که استاد عینی با دوشنبه کوچیدند و اینجا چند وقت به صاحب موند، بعد در اینجا عمارت‌های بسیار قبطه زمان خروشچوی ساخته شد در اطراف این حوالی. لیکن از بس که این حوالی استاد عینی بود برای ویران کردنش اندیشه میکردند که ویران کنند یا نه. علمین موزه دو مراتب قریب ویران شد. یک بار برای آنکه از دو طرفش خانه های بلند آشیانه ساختند. لیکن روشنفکران سمرقند بخصوص یکی از شاگردان صادق استاد عینی رحیم مقیموف که آن وقت در دانشگاه دولتی سمرقند هم دکان هم مدیر کافدره بودند، شراف رشیدوف در همینجا شاگرد عینی بود. بنابراین وی تلگرام فرستاده گفتند که خانه استاد عینی در عرفه ویران شدند و 2 روز در گذشته خانه نگاه داشته شد و با موزه آثارخانه تبدیل داده شد. حتی همین متصدیون منصبداران ما فکر نکردند که اینجا در روی برای همین خانه موزه در ریگستان یک جشن بین الخلقی گذشته ایستاده است. از زیاده از 20-30 دولت اینجا نمایندگان حضور دارند. اگر این احوال رو بینند و خبر یابند اینا چی میگویند؟ گفتن حتی فکر نکردند. همین به خانه موزه عینی هم شبانه هجوم شد. وقتی که دوباره خطری ویران کردن آثارخانه استاد صدرالدین عینی رخ داد به میان آمد، من حتما به موزه آمدم. من اولین کار من این بود که من با دو رهبر دو کشور و پرزیدنت ازبکستان کریموف و با پرزیدنت تاجیکستان امام رحمان برخلاف ارسال نمودن. همون گونه که شهر دوشنبه هم ساختمان‌های شوروی خراب شد و برج ساختند و بیزنس پولسازی شد. در سمرقند هم همین فکر پیش آمد. هنوز هم هست. بینندگان عزیز، شکل پوره این مستند به زودی نشر می شود و یک خبر فرهنگی دیگر داریم. شام 14 میون در روز تولد و مرگ احمد ظاهر آوازخوان زنده یاد و شناخته افغانستان به حضور ریشاد و یاسین ظاهر فرزند و نبیره احمد ظاهر در کاخ سروش دوشنبه کنسرت برگزار شد. در این برنامه هنری شماری از آوازخوان‌های کسبی و هوسکار تاجیکستان که با سبک احمد ظاهر اجرا میکنند نیز سرود خواندند. ریشاد ظاهر پسر احمد ظاهر گفت سالها آرزو داشت به تاجیکستان بیاید، زیرا شنیده بود که پدرش در این کشور هواداران زیادی دارد. احمد ظاهر آوازخوان سرشناس افغانستان که در میان فارزبانها با تخلص الماس شرق و استوره بی‌غروب معروف است، سال 1979 در اوج شهرت هنریش در 33 سالگی در پی یک صدمه نقلیاتی در عقبه سالنگ افغانستان به هلاکت رسید. دوستان عزیز، در همین ثانیه ها نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که وقتی پرقیمت خود را برای تماشای خبر و گزارش ما صرف میکنید. فراموش نکنید فردا باز به خدمت شما برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.